سلام. خلاصه رویدادهای دوشنبه 17 مارت را من اسکندر خواجه میرزاده پیشکش شما میکنم. ساکنان ناحیه اسفره میگویند که مرزبانان قرغیز در بین دهه‌های خوجه اعلای تاجیکستان و اقصای قرغیزستان پاسگاهی نو گذاشته دعوا دارند که حدود 50 هکتار زمین کنار آن به قرغیزستان تعلق دارد. جانب قرغیزستان هم تاجیکان را با تشکیل پاسگاه غیر قانونی متهم کرده است. آخر هفته گذشته طبق گزارش‌ها در این منطقه مرزی بعد یک برخورد میان ساکنان دهه خوجه اعلی با ساکنان دهه اقصای ناحیه بادکند قرغیزستان، ساکنان دهات قرغیزی راه جماعت واروخ ناحیه اسفره را که در احاطه قرغیزستان قرار دارد برای مدت بستند. روز 16 مارت در شهر بادکند مرکز ولایت بادکند قرغیزستان دور نوبتی مذاکرات تاجیکستان و قرغیزستان با شرکت معاون سروزیر قرغیزستان تاقان ممیتوف و یاور پرزیدنت تاجیکستان شیرعلی خیراللهیف آغاز یافت که در آن رفع تنش‌های مرزی از موضوعهای اساسی بحث به شمار می رود. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید دمیتری کوریچ و دمیتری چایکین با گمان دست داشتن در قتل ساکن دوشنبه اشورعلی اکابیروف و فرزند او جاویدان بازداشت شده‌اند. با اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این دو نفر شب 14 و 15 مارت سال جاری با مقصد خریدن مشروبات الکلی به خانه اکابیروف اشورعلی واقع در کوچه دهلوی پایتخت رفته اثنای مناقشه او و فرزند نابالغش جاویدان را با ضرب کارد به هلاکت رساندند. به قول مفتشان سپس آنها کرامت سالیه و اجاره نشین منزل اشورعلی اکابیروف را هم با کارد مجروح نموده خانه را آتش زده از جای حادثه فرار کردند. مقامات تاجیکستان به بایمیرزا مخنف اطلاع دادند که اداره امور داخلی ولایت خبروفسک روسیه فرزندش محمد صالح مخنف و دو دادرزاده‌اش عبدالکریم ستاروف و علیشیر دولتوف را با اتهام همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت نمودند. پسر دیگری بایمیرزا مخنف علی مراد تیرماه سال گذشته با عیبنامه طرحریزی حمله‌های تروریستی در عرصه انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان در شهر دوشنبه به حبس گرفته شد و در یک برنامه تلویزیونی تاجیکستان او و همراهانش گناهشان را اعتراف نمودند. عزت‌الله میرزایف جوان 24 ساله تاجیک در منطقه کولاب ولایت ختلان با استعداد فوق‌العاده خود در بین مردم نام برآورده است. او میتواند با قوه دندانهایش یک چند اتومبیل را کشیده تا 100 کیلوگرم و یا یک آدم را به موی سرش آویزان کند. میرزایف میگوید او تا 16 اتومبیل را به کمرش بسته به حرکت درآورده است. میرزایف یک مهاجر کاری است که از سبب نداشتن سرپرست از هنرش درآمد ندارد و بعد مدت برای مردکاری به روسیه سفر خواهد کرد. برای دریافت معلومات بیشتر سر بزنید به سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و صحیفه ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، توییتر و ادناکلاسنیکی.